گره حمایت گره‌ای است که تو شرایط واقعی میتونه جان شما و همراهتون رو نجات بده. هادی احمدی نژاد هستم، مدرس درجه 2 دره‌نوردی. بریم به ساده‌ترین روش گره حمایت رو بزنیم. خب دوستان، دستتون رو به این شکل روی طناب قرار بدین به صورتی که انگشتای شست روبروی همدیگه قرار بگیرن. دست راست روی دست چپ، حلقه‌ای که ایجاد می‌کنید رو به سمت بالا و ادامه طناب رو قرار بگیره. مجدد با دست راست به این شکل دستتون میبرین پشت دست چپ. دقت کنید. این هم گره حمایت. از نظر من گره حمایت به زبان ساده ضامن جان شما و تیمتون هنگام حرکت روی طناب بچه‌ها. اگر این ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره.